یا سوال دارن که ما در کارتریجمون رو چجوری باز کنیم. این ویدیو مربوط به کارتریج های سری اکستراسه. دستگاه هم اکستراس 4 مینی هستش اگر اشتباه نکنم. کارتریج های سری اکستراس که به این شکل هستن روی تمام دستگاه های اکستراس 1، 2، پرو، تمام سری ها نصب میشن. باز کردنشون یه قلق خیلی ساده داره. کافیه دستتون رو قسمت بالایی قرار بدین و کارتریج رو به یک طرف متمایل کنید. اصلا هم نترسید، به هیچ عنوان نمیشکنه، خیلی ساده است. یک بار دیگه ببینید این خود کارتریجه، ما اینجا نگه می‌داریم، خمش میکنیم، باز میشه. از این حفره قرمز رنگی که اینجا مشخص شده جوس رو تا این خط پر میکنیم. لب به لب اگر بشه باعث نشتی یا پاشش میشه. اینم یه نکته حواستون هم باشه، از این حفره وسطی نباید این کار رو انجام بدین. اینجا محل خروج بخار هست از این نقطه قرمز رنگ. بعد از این که پر شد نصب میکنید و لذت میبرید. برای آموزش های بیشتر پیجمو فالو کن.